бар дарахтон фурсате пардоз шуд, шаҳпалак гул кардаву гулбоз шуд, дар фазо рангин камон гул дар замин, озмуни рангҳо оғоз шуд. نوروز بیاو نوروز بیاو تو جشن پروردینی در اوج سماح قلب ما پروینی پرورده سنت نیاگان هستیم نوروز بیاو نوروز بیاو نکوترین آیینی
نسل و نسب بهار و نوروز اینجاست. بر میهن خود ز داستان آمده است. با غیرت پیشوا جهانگیر شده، از سیر و سیاحت جهان آمده است. بنوشت بیاض غزل نوروزی، سحر قلمش ز مغز جان آمده است. مژده بر در بدر، بوی بهار می رسد. غم به کنار می رود، گل به کنار می رسد. در قدمی نوبهار، جامعه خندق نثار، سمسمی باران شنو سلسله وار می رسد. چکنی زیبی چمنی در فصل بهار بلبل سخنی خوشبو خیزد رقصیدنی تو مرا به بازی آرد در دستن و جان غم از دلم بگریزده
چمنی در فصل بهار بلبل سخنیه خندیده بیا ای کتا چکر گل چیده بیا به سیر چمن خندیده بیا ای کتا چکر گل چیده بیا به سیر چمن خندیده نکن جان کشت مرا خندیده نکن جان کشت مرا رقصیده بیا بر محفل من رقصیده بیا بر محفل من از دیده تو دیده من رخشانه از خنده تو دهانی من خندانه بدخواه گریزان شود از شادی ما در سینه دیدم زی بخت خود رقصانه خندیده بیا ای کتا چکر گل چیده بیا به سیر چمن خندیده بیا ای کتا چکر گل چیده بیا به سیر چمن خندیده نکن جان کشت مرا خندیده نکن جان کشت مرا رقصیده بیا بر محفل من رقصیده بیا بر محفل من رقصیده بیا بر محفل من پیشم تو بیا ای کتا چکر بهار گل به سر آمد خوش آمد زی سرسبزی خبر آمد خوش آمد چو گلهایش دل از شادی شکفته به شادی بر ببر آمد خوش آمد از او سردی و تاری شد و گریزان چو خورشید سحر آمد خوش آمد به نوروزش به کوه و دشت و صحرا عجب بالا گذر آمد خوش آمد آزادگی ایمان نوروزی تاجیکستان شادابی فیض و احسان نوروزی تاجیکستان پیراهنی محبت پیرایه سعادت در پیک هر انسان نوروزی تاجیکستان پیک امیدواران امید دوستداران نیکی به دشمن جان نوروزی تاجیکستان
چراغ صبح نوروز است روشن، بهار دشت مقصود است گلشن. فرودا فرودا ای فروهر پیک شادی، کشاده خانه دیت دلی من. جهانی شد جهان عید نوروز، به نصرت یار شد تجدید نوروز. به پهنای فلک شد پهن خانش، گلستان شد گلی توحید نوروز. در هفت خانه نوروز حال و هوای عشق است، در هفت سین و هفشین مهر و نشانه دل. دستور نوگرایی از 6000 سال است، همرنگ و همنوا با چنگ و چغانه دل. صد برگ عشق ریزد از روضه خیالم، در دفتر زمانه چون عاشقانه دل. بینندگان گرامی، در ادامه برنامه صحبت داریم با یک گروه گلدختران هنرمند شهر باختر و اون چیزی که شما در نزد ما میبینید محصول زحمت دست این خوانندگان است و من احسان میگم برای آنها و بسیار خواهش میکنم که خود رو با تماشابینان شناس میکردید. نام شما چی است؟ من مفتونه. سلامت باشین مفتونه. شما؟ من دلداره. دلداره. آفرین برای شما. من مقدس. مقدس. تشکر. نام شما؟ خدیجه. احسان خدیجه. خب من دلربا. دلربا بهترین. خب نام شما؟ من مستوره. مستوره. سلامت باشین. خب میخواستیم بفهمیم که همین هنرها رو به این خوانندگان کی نشان داده است؟ بله من نشان دادگیم، من آموختم اینو را. آماده کردن یک دستگل صنعی دشوار نیست؟ نه. برای آمدن یک دستگل صنعی شما چند ساعت یا اینکه چند روز زحمت میکنید؟ 1 ساعت دوام میتیاد. 1 ساعت دوام مییابد. آموختن نازکی های همین به شاگردان دشوار است یا اینکه آسان؟ آسان است. آسان است. اینها خیلی دوست می‌دارن این هنرها را، برایمون آسان است. تا انجام صحبت چی سپارش میدهید به این خوانندگان که آماده میشود و ما اون رو به بینندگان پیشنهاد می‌نماییم؟ من حاضر ما تیار کرده استودیم درخچه را، درختی بهار است، گل شکفتگی. ما حاضر امینه تیار کردنشون میدیم. بهترین. خب تماشابینان عزیز، بعد از چند لحظه درختی زیبای فصل بهار که از جنوب خوانندگان آماده می شود ما برایتون پیشنهاد می نماییم و اثبات میکنیم که واقعا هم این خوانندگان از عهده آماده نمودن هر گونه هنرها به خوبی می برآیند. خدیجه، خود شما حالا از همون درختی که باید آماده شود شاخچه هایش رو آماده کرده استادید یا اینکه چی رو؟ شاخچه هایش رو. شاخچه هایش رو. برای آماده نمودن شاخچه ها به شما چی لازم است اکنون؟ با ما برگکچه ها و مخوره های مخصوص در کار می شود. سلامت باشین. برای همین درختی که حالا آماده شده است در عموم چی در کار است برای ما؟ با ما لنته های مخصوص، 2 نمود سیم، برگکچه ها، مخوره های مخصوص، هر نمود کچه ها در کار می شوند. بهترین. و آن چیزی که حالا برای شما لازم است در نزد ما هست و آماده شده است سوخی؟ بله. سلامت باشین. در مدت چند دقیقه آماده می شود این درخت؟ این درخت در مدت 30 دقیقه تیار می شود. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز صحبت رو با مقدس ادامه میدهیم. مقدس سلام علیکم. سلام. مقدس شما چی آماده نموده استادید؟ من در دست گلدوزی دارم که آن را دوخته استادم. و این گلدوزی شما با فصل بهار نوروز اون علاقمندی داره؟ بله، در اینجا یک درخت را دوخته استادم. از چی عبارت است این درخت شما؟ از کدام نمود محصولات عبارت است؟ از مهره های کلان میده و از لنته های مخصوص. وابسته به فصل بهار و نوروز از همین گونه اشیاهایی که در نزد ما هست باز چه آماده کردن ممکن است؟ ما میتوانیم درخچه ها سازیم، هر گونه ابدک ها، گلدسته ها، گل ها و درخت ها. تماشابینان عزیز یادرس می‌شویم که مقدس اشتراکچی برنامه افتخار بود و همزمان رسام خوب است و در چند نمایش پنجه هنر نیست فعالانه شرکت نموده است. شما در برنامه پنجه هنر اشتراک کردید چند مرتبه، در اونجا کدام نمودی مثلا گل، درخت یا که چی نشان دادید آماده کردید؟ طرز تیار نمودن سبد و گل ها. رسامی رو از کجا آموختید شما؟
من از سن 5 سالگی از سن خردی به رسم کشی شوق داشتم و از همانجا رسم میکشم. تا حال میخواهم که نازکی‌های این هنر رو از خود کنم. در آینده میخواهید یگان رسامی موفق شوید؟ بله. مثل کی؟ من مثل یگان کس شدن نمیخواهم و میخواهم که موقع خود را در این یعنی در استعداد رسمی پیدا کنید. بله. سلامت باشین. تشکر. باز در آینده میگن نقشه هست که مثلا یگان چیزی نو رو شما آموزید و به شاگردان آموزانید؟ بله، من هر سال 5-6 چیزهای نو خوش کرده این شاگردا به می‌آموزانم. ساختن چی از همه دشوار است؟ برای ما همین درخچه کمتر دشوار است. دشوار است. دشوار است. بله. بینندگان گرامی، از خدیجه خواهش میکنیم که درباره نوروز یک شعر قرائت کنند. مرحمت. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل با تماشای دف و جنگ برآمد. مرغانی هوا جمله بکردند پرواز، مرغی دلی من از قفسی تنگ برآمد. اون چیزی که شما آماده میکنید، محصولات هایی که به شما لازم است، برای مثال شاخچه و گل یا اینکه لنته های مخصوص، شما از کجا دسترس میکنید؟ از مغازه ها و بازار، بسیارتر از گازیته ها تیار میکنیم. دوستان عزیز، از دلدارا میخوایم بپرسیم که چی آماده نموده ایستاده است؟ من برای کلونا و هم برای همگان ابادک تیار میکنم. برای آمدن ابادکی که شما مثلا با اون مشغول هستید چی لازم است؟ برای آمدن ابادک مخرج‌های مخصوص و سیم‌ها در کار میشوند. چند دقیقه فرصت رو میگیرد؟ 1.5 ساعت. بهترین. سلامت باشید. بینندگان گرامی، به انجام صحبت نزدیک شدیم و آن گلی که خوانندگان آماده کردند انیقترش یک درخت بهاری با گل‌های سرخ آراییده شده. چنین بود محصول زحمتی خوانندگان. من برای همه شما برار خواهانم. بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با یک گروه خوانندگان هنرمند شهر باختر و باور داریم که این صحبت برای شما جالب بود. با کرته گلدوزی نقشی چکنش، گلریز به بزم عاشقان آمده است. از چهچه بلبل هوای فورم، شادی به دل خرد و کلان آمده است. بگشاده بغل به خلق نوروز عجم، چون شال حریر و پریان آمده است. تا رسم بر اصل نوروز کهن، موج نو جویم ز دریای سخن. تا وطن در جستجو بالا شود، باز آن صبح کهن احیا شود. صبح جمشیدی ما جان پرور است، دور خورشیدی ورا احیاگر است. در گرد خوان نوروز خویش و تبار و یاران، دورند یا که نزدیک باید جمع آیند. باشد که سیر بینند سالی دراز همراه، با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند.